تا حالا شده حس کنی یه سری آدم‌ها انگار یه راز خاص دارن که تو زندگیشون انقدر موفقن؟ واقعیت اینه که خبری از جادو نیست. همه چی زیر سر عادت هاست. عادت‌های کوچیکی که هر روز تکرار میشن و کم کم معجزه میکنن. تو این ویدیو میخوام از همین راز کوچیک ولی مهم برات بگم. چطور میتونی عادت‌هایی بسازی که زندگیت رو تغییر بدن؟ اگه آماده یه نسخه قوی‌تر از خودت بسازی، پس بزن بریم. امروز قراره در مورد 3 استراتژی مهم از 2 کتاب معروف با هم صحبت کنیم. میدونستین 80% آدما تو ساختن عادت‌های جدید دچار شکست میشن؟ چجوری جز اون 20% موفق باشیم؟ کتاب قدرت عادت که اولین کتابمون هم هست به ما میگه که 40% رفتارهامون در نتیجه عادت‌هامون شکل میگیرن. حالا میخوام یه مثال بزنم که مطمئنم شما هم این عادت رو دارین. چرا صبح که از خواب بیدار میشیم اولین کارمون چک کردن گوشیه؟ چرا مستقیم میریم سمت گوشی که ببینیم چه خبره؟ هی اینستا رو چک میکنیم، واتساپ و تلگرام و ایمیلامونو که ببینیم چی شده. انگار یه رفتار ناخودآگاه تو ذهنمون ثبت شده، یه چیزیه که به ما سریع میگه برو انجامش بده. حالا فکر کنیم مثلا اگه رفتارهای خوبمون اینجوری تثبیت بشن چقدر زندگیمون بهتر میشه. حالا قبل اینکه یه موضوع جالبی رو بهتون بگم، میخوام ازتون یه سوال بپرسم. به نظرتون عادتایی که الان دارین خوبن یا بد، باعث بهتر شدن زندگیت میشن یا باعث میشن زندگیت بدتر بشه؟ حالا بریم سراغ چرخه عادت که من واقعا دوست دارم. اون موقع خوندنش هم کلی لذت بردم. چرخه عادت به ما چی میگه؟ چرخه عادت به ما میگه که هر رفتاری برای اینکه تبدیل به عادت بشه باید 3 مرحله رو بگذرونه. اولیش محرکه، دومیش روال و سومیش هم پاداشه. حالا بیان با یه مثال ساده بهتون توضیح بدم. بیان در مورد چای خوردن صحبت کنیم که هممون عاشق چایی هستیم و من خودم هم واقعا فن بزرگ چایی هستم. مثلا بعد غذا معمولا دلمون چای میخواد. این خودش یه محرکه و باعث میشه بریم چای دم کنیم. پس رفتیم مرحله روال و روال کارمون رو انجام دادیم و چای رو دم کردیم. حالا میریم سراغ پاداش. پاداش چیه؟ میریم چایمون رو میریزیم و میخوریم و حس رضایت رو به دست میاریم. واقعا خوردن چای به نظر شما هم عالیه. اینم از چای من. این هم یه مثال دیگه از چرخه عادته که خستگی فرد رو محرک نشون داده. دومین مرحله‌مون هم که رواله، خوردن قهوه است. فرد با خوردن قهوه سرحال میشه و پاداش رو به دست میاره. حالا بریم سراغ کتاب دوممون، کتاب عادت‌های اتمی. این کتاب واسه این که یه عادت تثبیت بشه میگه که باید 4 مرحله رو بگذرونیم. اینم تقریبا شبیه اونه. حالا بیایم ببینیم این کتاب چی میگه. کتاب عادت‌های اتمی میگه که واسه این که یه عادتی رو شروع کنی اول شفاف سازی کن. شفاف سازی یعنی این که اگه قراره فردا بری ورزش کنی، لباساتو از شب قبلش آماده کن، یا اگه فردا قراره بری کلاس نقاشی، مداد رنگیاتو یا دفتر نقاشیتو از شب قبلش آماده کن و که مشخص باشه فردا قراره چیکار کنی. دومین مرحلهش هم این که میگه اون کارو واسه خودت جذاب کن. مثلا به خودت بگو که بعد ورزش میرم تو کافه مورد علاقم قهوه میخورم، یا اینکه بعد کلاس آشپزی میام و واسه خودم اون غذای مورد علاقمو میپزم. سومین مرحله این قانون هم اینه که میگه اون کار رو واسه خودت ساده کن. مثلا اگه قراره 30 دقیقه ورزش کنی 1 رو ورزش کن، یا اگه قراره مثلا بری کلاس آشپزی لازم نیست از غذاهای سخت مثلا شروع کنی یا بگی من باید یه کیک عالی درست کنم و نمیدونم هرچی، یک کار مثلا یه غذای سخت درست کنم و اول باید از قدم‌های کوچیک شروع کنی. 4مین قانون این کتاب هم میگه اون کار رو واسه خودت رضایت بخش کن. اینجوری که بیا تو تقویم تیک بزن یا تو دفتری که هدفاتو یادداشت میکنی تیک بزن. این کار باعث میشه که از انجام کار لذت ببری. آخرین قانونمون هم قانون 1%. قانون 1% به ما میگه که اگه هر روز فقط 1% پیشرفت کنی قرار آخر سال 37 برابر بهتر از نسخه الانت باشی. این هم یه محاسبه ساده که نشون میده اگه هر روز فقط 1% پیشرفت داشته باشی قرار آخر سال 37 برابر بهتر از اون چیزی باشی که الان هستی. برعکس اگه کمتر از 1% پیشرفت کنی قرار 50 برابر بدتر از اون چیزی باشی که الان بودی. اینم
نمودار 37 برابرمون که اون خط صاف هم نشون میده اگه هیچ کاری انجام ندیم واقعا درجا میزنیم. یعنی قانون بیشتر روی اون تمرکز داره که قدم‌های کوچیک خیلی مهمن و استمرار باعث پیشرفت‌های بزرگ میشه. حالا بچه‌ها نظر شما چیه؟ شما چه عادتهایی دارین که دوست دارین ترکشون کنین یا چه رفتارهایی دارین که دوست دارین به عادت تبدیلشون کنین؟ من خودم خیلی دلم میخواد صبح خیلی زودتر بیدار شم، یا اینکه کلاس زبانمو مرتب برم و زبانمو تقویت کنم تا بتونم بهتر صحبت کنم یا نقاشیمو بهتر کنم. من کلا نقاشی هم بلد نبودم. تو این 1.5 سال منم عین اون 37% شد، نه عین اون 37 برابره شد که میگفت. منم ذره ذره از ویدیوهای یوتیوب یاد گرفتم و نقاشی میکشم الان. حالا شما هم نظراتتون رو تو کامنت ها بهم بگین و اگه پیشنهادی داشتین که در موردش صحبت کنین خوشحال میشم که بشنوم. خداحافظ.